اولین سروده که شما پیشکشی هواداران کردید در دل هزاران مخلصان خارجی و داخلی جا گرفتید، کدام سرودی شما بود؟ راستی گپ سرودی درباره عشق بود. عشق بود. وقتی که راستی گپ من از زندگیم کنترول شد، یک لحظه خاموشی از یاردمچی اپای از یاردمچی خواهش میکنیم که یک دم اشک رو پاک کند. اپراتور یک لحظه آرام شوید اپا جان، ما همه شغل خوب میشود. ما از همه شما تماشابینان حضور میخواهیم. راستی گپ همش وقتی درباره نغز عشق میشه. خوندم و آدم زندگی که در یادش میبیاد، تمام. خدا داره یک کمی من حس میکنی درباره عشق خوندم و میسرودم. وقتی که درباره عشق میزدم درباره وای همین زندگیم خیلی کمتر شکست خوردم. راستی گپ شکست این یک خوردم، چیز بخاطر بزرگ عذاب کشیدم. باور که عذابی که من کشیدم یگان خر کشیدگی نیست. از خرم بدتر من عذاب کشیدم. باور میگم همین قدر زندگی آرام شوید.